درود تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم یکشنبه 25 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه 5 جوان بعد یک صدمه مدهش در راه دوشنبه خوجند زنده ماندند. یک مهاجر تاجیک با نام و نسب نو 7 مرتبه به روسیه سفر کرده است. چاروای خلق را با چراگاه تامین کنید. دخالت دادستانی کل به بحث زمین در ناحیه واسع. استقلال یکی از دسته های زورترین آسیا را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. زادروز رمضان رحیمزاده، گنرال و شاعر دستپروری دانشکده کشاورزی. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که راننده و 4 مسافر یک ماشین با وجود سر و زیر شدن به یک ورطه عمقش 15-20 متر در موضع رباط ناحیه عینی خوشبختانه همه زنده ماندند. همه آنها جوانان از 18 تا 22 ساله بودند. بنا به این منبع صدمه صبح 23 اپریل ساعت 8:03 در کیلومتر صدم شورای دوشنبه خوجند در موضع رباط جماعت شهرک زرفشان ناحیه عینی رخ داده است. ماشین تمغه تویوتا کمری که تحت اداره یک ساکن 20 ساله پایتخت از دوشنبه به سمت خوجند حرکت میکرد. در این قسمت راه در ساحل فوندریا با یک جره عمقش تا 20 متر سر و زیر شده است. در نتیجه راننده با 4 نفر همسفرانش جراحت‌های وزنه جسمانی برداشته از جانب نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در وادی زرفشان از داخل ماشین بیرون آورده شده به بیمارخانه ناحیه عینی بستری کرده شدند. عین حال آنها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. گفته می شود در اطلاعیه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده هر سال بر اثر صدمه ها در تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. دادستانی ناحیه قزان ولایت تیومن پرونده یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را که با وجود در روی خط سیاه بودن نامش 7 مرتبه به روسیه سفر کرده است به دادگاه فرستاده است. سامانه محلی فسلوخ رو بر اساس مواد پرونده این جوان تاجیک خبر داد که او را ماه نوامبر سال 2015 برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت روسیه از این کشور بیرون کرده برای 5 سال یعنی تا نوامبر سال 2020 از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. اما جوان تاجیک بعد بازگشت به تاجیکستان نام نسب خود را عوض کرده از ماه اپریل سال 2016 تا ماه مارس سال 2018 در مجموع 7 مرتبه با نام و نسب نو توسط گذرگاه‌های پتوخووا در ولایت کورگان ناحیه قزان ولایت تیومن و از طریق شهرک نیژنیوارتوفسک وارد روسیه شده است. ماه نوامبر سال 2020 او در شهر نیژنیوارتوفسک برای گرفتن پتنت حجت سپرده است و هنگام تفتیش اسناد و بر اساس ایز انگشتانش معلوم کردند که این داوطلب پتنت دقیقاً همان است که از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کرده شده بود. بعد این به ضد مهاجر تاجیک پرونده شده او را تحت جستجو قرار دادند و ماه مارس سال 2021 در شهر سورگوت دستگیر کرده به حبس پیشکی گرفتند. بر اساس ماده 322 کودکس جنایتی روسیه به این مهاجر جوان تاجیک برای عبور غیر قانونی مرز روسیه با وجود منع ورودش به این کشور همچنین جریمه به مبلغ تا 300,000 روبل یا تا 4 سال کارهای اصلاحی یا تا 4 سال حکم زندان تهدید می کند. مقامات روسیه در سالهای آخر صدها هزار نفر از شهروندان تاجیکستان را از حق ورود به این کشور محروم کردند. در سال 2018 شماره آن شهروندان تاجیکستان که بر روی خط سیاه روسیه افتاده حق عبور مرز آن کشور را از دست داده بودند از 300,000 نفر گذشته بود. آن سال 104,000 نفر از مهاجران تاجیک مورد عفو قرار گرفتند، ولی روی خط سیاه مهاجران تاجیک منع الورود خیلی زود از حساب اخراج‌های نو به نو دیگر باره پر شد. مهاجران کاری از روسیه یک منبع اساسی تأمین روزگار اکثر خانواده در تاجیکستان و برای بسیاری از عائله‌ها حتی منبع یگانه تأمین زندگی به شمار می روند. از این رو
اکثر آنهایی که از روسیه اخراج می شوند در تاجیکستان کار شایسته برای پیشبرد روزگارشان پیدا نمی کنند و مجبور می شوند که نام و نسب خود را عوض کنند و دوباره توکل کرده راه روسیه را پیش بگیرند. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که این نهاد اخیراً شکایت دسته‌جمعی ساکنان دهه گلرود نوعه واسه را در مورد غصب تمام زمین‌های چراگاه در اطراف این دهه از سوی خواجگی‌های دهقانی حاجی داوود و سوراب مورد بررسی قرار داده است. در جریان بررسی معین شده است که با قرار رئیس نوعه واسه از 24 دکامبر سال 2018 تحت رقم 244 برای تشکیل خواجگی‌های دهقانی حاجی داوود به شهروند فریزوف 197 از ده 3 گکتار زمین از جمله 47 از ده 75 گکتار زمین کورم للمی، 138 از ده 85 گکتار زمین چراگاه، 10 از ده 7 گکتار جریها برای استفاده بری میراثی یکم را جدا کرده شده است و از بس که زمین‌های این خواجگی در پهلوی دهه گلرود جایگیر شدند، راهبر خواجگی داوود چرانیدن چاره‌های شخصی ساکنان دهه را در حدود زمین‌های خواجگی منع نموده است. این باعث ناراضگی ساکنان و مراجعت آنها به دادستانی شده است. دادستانی کل میگوید در جریان بررسی راهبران خواجگی‌های دهقانی خودشان تشبث نشان داده راضی شدند که از حساب زمین‌های خود برای خلق زمین چراگاه جدا کنند. از جمله خواجگی دهقانی حاجی داوود راضی شده است که 40 گکتار از زمین‌هایش را و خواجگی دهقانی سوراب 15 گکتار از زمین‌های خود را در اختیار خلق گلرود گذارند. دادستانی کل در این بابت با درخواست حل مشکلات به عمل آمده و جدا نمودن زمین برای چراگاه به ساکنان دهه گلرود به رئیس نوعه واسه مکتوب رسمی ارسال کرده است و بنا به اطلاع مرکز مطبوعات دادستانی کل طبق قرار رئیس نوعه واسه از 19 اپریل سال 2021 تحت رقم 422 حقوق استفاده 40 گکتار قطعه زمین خواجگی دهقانی حاجی داوود قطع گردیده برای من بعد همچون چراگاه از طرف ساکنان دهه گلرود استفاده نموده وابسته کرده شده. مسئله به فوند مخصوص گذرانیده شدن 15 گکتار قطعه زمین چراگاه از حساب خواجگی دهقانی سوراب فعلا در جریان بررسی قرار دارد. سالهای آخر بسیار از زمین‌های چراگاه در اطراف روستاها در تاجیکستان که در طول 10 سالها برای چرانیدن چاره‌های مردم استفاده می‌شد به اختیار صاحبکاران و پولداران داده شدند و در نتیجه مردم از امکان چرانیدن چاره‌هایش محروم شدند. این موج ناراضگی‌ها را در بین ساکنان دهات به خصوص چاره‌داران به بار آورده است. چمپیون تاجیکستان استقلال دوشنبه در دور چهارم مسابقات گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا 2021 در چهارگانه ا دسته الهلال از عربستان سعودی را در میدان خودش با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. این بازی شب 25 اپریل در ورزشگاه مزاحمیه در الریاض پایتخت سعودیه برگزار شد. هرچند حساب را در این بازی الهلال کشاد، به فوتبال بازان استقلال برای زدن 4 توپ به دروازه الهلال همگی 13 دقیقه کفایت کرد. ابتدا منوچهر جلیلوف در دقیقه های 39 و 44 و سپس همنام او منوچهر سفروف در دقیقه های 49 و 52 به دروازه سعودی ها 4 توپ زده برای استقلال 3 امتیاز و مقام یکم در گروه ا را تامین کردند. در دو دور باقی مانده که تا 30 اپریل دوام میکند به استقلال در رقابت ها با دسته ازبکستانی الملیق و دسته الشباب الاهلی از امارات متحده عرب دیگر تنها 3 امتیاز کافی است که به دور بعدی اشتکنی‌های لیگ چمپیون‌های AFC 2021 راه یابد. یادآور می‌شویم که در دور یکم لیگ چمپیون‌های AFK 2021 در چهارگانه ا چمپیون تاجیکستان بازیش را با دسته الشباب الاهلی از امارات متحده عرب با حساب مساوی 0-0 انجام داده. در دور دوم بر فینالیست جام ازبکستان دسته الملیق با حساب 3-2 غالب آمد. استقلال در دور سوم بار اول مزه شکست را چشید و بازیش را با الهلال با نتیجه 1-3 باخت، ولی چمپیون تاجیکستان توانست در دور چهارم نقارش را از این دسته بگیرد
و آن هم با پیروزی بزرگ با حساب 4-1. استقلال دوشنبه در پایان سال 2007 تأسیس یافته، الکی سال 2010 توانست یک باره 3 جایزه اساسی فوتبال تاجیکستان، هم عنوان قهرمانی، هم جام و هم شاهجام فوتبال این کشور را به دست بیاورد. در تاریخ کوتاهش استقلال الکی 9 مرتبه چمپیون تاجیکستان شده، 8 مرتبه جام فوتبال این کشور و 10 مرتبه شاهجام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه را 13 سال پیش یک گروه جوانان با رهبری رستم امامعلی، پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان و دوستش شاهرخ سعیدزاده تأسیس داده بودند. رستم امامعلی که حالا شهردار دوشنبه، رئیس مجلس ملی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، در آغاز خودش هم در خط هجوم استقلال بازی میکرد. پدپلکوونیک شاهرخ سعیدزاده سردار ریاست کوفتکوف جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا کنون پرزیدنت باشگاه استقلال می باشد. گنرال پلکوونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان که از سال 2012 در مقام وزیر کارهای داخلی تاجیکستان کار می کند، روز 25 اپریل به سن 61 رسید. طرفدارانش او را یکی از وزیران پرکار در حکومت کنونی می شمارند و از هنرهای دیگرش چون شاهماتبازی و نوشتن شعر نیز توصیف می کنند. اما منتقدان گنرال رحیمزاده را یکی از مؤلفان سیاست سرکوبگرانه سالهای آخر در تاجیکستان می نامند و برای عملهای چون تبدیل میلیتای تاجیک به پلیس سیاسی و تأسیس سازمان ضد و نقضی اوانگارد یکی از بخش‌های فرمای جواب تنقید می‌کنند. رمضان رحیمزاده 25 اپریل سال 1960 در خوولینگ به دنیا آمده. سال 1982 رشته مهندسی دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1995 در دوشنبه مکتب عالی میلیتسیا و سال 2002 در مسکو اکادمی وزارت کارهای داخلی روسیه را ختم کرده است. رمضان رحیمزاده سابقه کاریش را از کار در شعبه ناحیه مومن‌آباد آغاز کرده و در سالهای 1992-1994 سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنغره و از سالهای 1994-2001 سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوولینگ شهر نورک و بعداً معاون سردار ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های اقتصادی وزارت کارهای داخلی بود. رمضان رحیمزاده در ابتدای سالهای 2000 برای چند سال برای کار و تحصیل به مسکو رفت و سال 2005 به دوشنبه برگشته. ابتدا معاون وزیر کارهای داخلی و سال 2007 سردار خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تعیین شد. او سال 2008 مدیر شعبه مدافعه و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شده. سال 2009 به وزارت کارهای داخله به مقام معاون اول وزیر برگشت و 5 ژانویه سال 2012 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد. رمضان رحیمزاده مؤلف چندین کتاب در رشته فعالیت فوری جستجویی بوده، با اردن هویسپیتامین و زرین تاج سرفراز گردانیده شده است. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.